حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز آقا عثمان بفرمایید، خدمت شما هستم. شما خوب آقا محمد؟ سلامت باشید. برادر گرامی، من حقیقتش یک موضوع هست که به ما میگفتن که حضرت امیرالمومنین علی رضی الله عنه در نماز انگشترشو به یه فقیر میده به عنوان زکات. بله. در راستای این موضوع مقاله نوشتم که میخواستم صحبتشو بکنم. بفرمایید در خدمت شما هست. با اجازهتون. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، اگر الله متعال به تمام بشریت ثروت و مکنت عطا کند، هیچ کس دیگری را در نمیتابد و تحمل نمی کند. ولذا انسان ها در مواجهه با همدیگر کوتاه نمی آمدند، چون همه مالدارند و برای همدیگر خط و نشان می کشند و کنش ها و تنش ها رو به تزاید خواهد رفت. لذا الله متعال از سر فضل و کرمش و تقسیم ثروت برای مهار چنین جامعه‌ای عده‌ای را مالدار نموده و عده‌ای را محتاج گردانده. ولذا مالداران از سر هم نوع دوستی یا ترحم و نیز محتاجان از سر نداری یا انتظار کمک با همدیگر با چنین داد و ستدی در کنار هم زندگی می کنند. لذا با تدبیر و اندیشه و حکمت الله متعال در این بین فریضه‌ای به اسم زکات پا به عرصه می گذارد که در آن الله متعال مالداران را سفارش نموده که از این ثروت خدادادی به افراد بی بضاعت کمکی در اندازه و مقیاس 2% از مالشان را به فقرا مساعدت کنند، تا ضمن مهار کردن هیاهوی دنیوی که در مقدمه اشاره شد به نوعی پارامترهای معیشتی و کنترل ثروت و قدرت به منصه ظهور گذاشته شود. علی ای حال این فریضه زکات برای پرداخت کردنش قوانینی وضع شده تا سره از ناسره شناخته شود و زیادت و غلو و ریا رخت بربندد. بدین معنا افرادی که قدرت و توانایی مالی کافی ندارند و قادر به پرداخت نیستند پرداخت نمی کنند و آنان که تمکین پرداخت دارند خودشان باید بروند و به مستمندان و فقرا پرداخت کنند، نه آنکه فقرا بیایند و زکات بگیرند. و این تکریم بشریت که فقرا با سری پایین که باعث شرمندگی شود نیایند زکات بگیرند و زکات دهندگان خودشان در خفا بروند و زکات مالشان را به فقرا بدهند. در مقابل این قاعده قضیه دیگری است به نام صدقه و آن هم شامل مالدارانی است که الله متعال به آنها مکنت داده و از سر تمکین به فقرا مقداری از مالشان را با تشخیص خودشان و هر اندازه که میلشان آمد با رضایت به مستمندان میدهند. و از آنجایی که این افراد مکان مشخصی ندارند و به صورت ژنده پوشی در اماکن ظاهر میشوند، لذا خودشان تقاضای کمک و صدقه می نمایند. و نیز در این قاعده شخص صدقه دهنده اگر در خفا و به دور از چشم انظار مبادرت به این کار نماید بهتر است، کما اینکه الله متعال می فرماید و این تخفوها فهو خیر لکم، یعنی اگر پنهانی صدقه دهید برایتان سزاوارتر است. و نیز این قضیه برای تکریم انسانهای بی بضاعتی است که قدرت مالیشان ضعیف است. در هر صورت چه فریضه زکات و چه صدقه دادن اعمال نیکویی هستند که انسان را به سرحد منزل مقصود خواهند رساند. اما شاید پرداخت زکات در حج و جهاد و غیره قابل پرداخت باشد، لکن در نماز به هیچ عنوان نمیتوان زکات داد، چرا که نماز سخن با رب العالمین است. باور بیفایده‌ای در تشیع میگوید که حضرت امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه هنگام اقامه نماز و در رکوع زکات مالش را پرداخت کرد.
فقیری به نزدش می آید و ایشان در حال رکوع انگشترش را به سائل زکات می دهد. ابتداءً بگویم حاشا از این بهتان به حضرت علی رضی الله عنه، چون هیچ فریضه ای ارجحتر از نماز که سخن با الله متعال است نیست و حضرت علی این قاعده را بهتر از من و شما می داند، یعنی هنگام اقامه نماز باید از تمام ملاهی دنیوی دست کشید و فقط در خدمت الله متعال بود. و هم زکات حساب و کتاب دارد و آدم باید بنشیند و 2% زکات مالش را محاسبه کند، آنگاه مبادرت به پرداخت آن نماید و در نماز به هیچ عنوان جای این محاسبات نمی گنجد، چون حرکات اضافه و غافل شدن از نماز جزء مبطلات نماز است. آخر مگر می شود در نماز محاسبات زکاتی را انجام داد؟ تصور کنید اگر امیرالمؤمنین علی علیه السلام در حال رکوع باشد، طبعا باید 2 دستش را بر زانوهایش بگذارد و نیمخیزی 90 درجه‌ای بکند و نیز سرش به زیر باشد، چون هیچ کس در رکوع سرش را بالا نمیگیرد. پس ایشان چگونه تشخیص دادند این شخص هم فقیر است و هم برای گرفتن زکات آمده؟ و همانطور که ذکر شد، حسن زکات به این است که انسان برود زکات مالش را پرداخت کند، نه اینکه بیایند ازش بگیرند. و مگر این علی نه همان علی است که شکسته های تیرهای جنگ را در حالت نماز از بدنش خارج می کردند و آنقدر در نماز خاشع رب العالمین می شد که اطراف و اکناف را نمی دید و نمی شنید؟ ابتداءً بگویم در مورد این قضیه که به دروغ به حضرت علی نسبت داده اید که باقی مانده های تیرهای جنگ را هنگام نماز از بدنش خارج می کردند، بگویم اگر شخصی ته سوزنی در پایش فرو رود، برای بیرون آوردنش باید پا را شکافت و اگر هم پا را نشکافت، با بیرون آوردن بقایای یک شیء کوچک ولو نوک خاری باشد، بعد از بیرون آوردنش ذره خون خارج می شود. پس بیرون آوردن تیرهای جنگ از بدن علی رضی الله عنه خونریزی اندکی به دنبال نخواهد داشت و آیا این امر جزء مبطلات نماز نیست؟ دوما، این شخص به دنبال زکات آمده چرا خودش نماز نمیخواند و چرا با دیگر مسلمانان به صف نماز نایستاده و بعد از نماز میتواند گفتاری و زبانی درخواستش را بخواهد و طلب زکات یا صدقه بنماید؟ یا اینکه پندارتان این است که نماز بر مستمندان و فقیران جایز نیست؟ و اگر میگویید حضرت علی به ایشان زکات نداده بلکه به آن مسکین صدقه داده است، در یک جمله و خلاصه شده میگوییم علی رضی الله عنه انسان فقیری بود و صدقه شامل حالش نمی شود. ایشان بعد از فتوحات ثروتدار شد. الله متعال افراد مؤمنی را ستوده که در عین خضوع و خشوع در رب العالمین نماز اقامه می‌دارند و زکات می‌دهند و این صیغه در جمع آمده و علی رضی الله عنه اینجا صیغه فردیت دارد، کما اینکه الله متعال می‌فرماید و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات وارکعوا مع الراکعین، یعنی نماز بپادارید و زکات پرداخت کنید و با خاضعان و خاشعان سر تسلیم فرود آورید. این که معنا نمی‌دهد همه در حالت رکوع زکات مالشان را بپردازند، چرا که این عمل به صورت یک سنت در می آمد و فقرا هر جا کسی را به رکوع دیدند پیشش می رفتند و از وی زکات مالش را می خواستند. دوستان، هنگامی که به این تفکر شما در زمان شیعه‌گری که فکرم مقارن فکر شما بود تحمل می کنم، تقه‌ای بر کله‌ام میزنم و از سر ندامت حسرتی گرم از نهاد دل میکشم و بعد به شکرانه ترمیم این فکر پوسیده 2 رکعت نماز شکر به جای میگذارم. و اما شما دوستان، پدران و مادران شیعه ما، والله اهل سنت از علی رضی الله عنه بدشان نمی آید. اگر به امام علی ارادت نداشتند، آنگونه که شما ابو لؤلؤ مجوسی که قاتل خلیفه دوم عمر فاروق را تجلیل می کنید، آنها هم قاتل علی رضی الله عنه را تجلیل می کردند. اندکی فکر کنید تا انوار هدایت الهی تجلیگاه راهتان باشد. قضاوت با شما و من الله التوفیق. سلامت باشید. جزاک الله خیر برادر عزیز عثمان. خیلی ممنون. خدا نگهدار. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا
لك حبا نقيا صافيا